درود بر شما یاران پرشور محفل، به خصوص شما که همیشه پرچم فروردین ماهی ها را بالا نگه داشته اید. این هفته عطارد و کیتو در خانه عشق و خلاقیت شما، یعنی خانه پنجم، بساط بزم خود را پهن کردند. این همنشینی می تواند احساسات شما را حسابی قلقلک دهد و شما را به سمت یک ماجراجویی عشقی سوق دهد. اما حواستان باشد که غرور اسدی با حرف کیتوی خاموش در تضاد است. مراقب باشید که کلامتان از سر تکبر نباشد، وگرنه همانطور که دل را میشکنید، دل شکسته هم میشوید. از طرفی مریخ حاکم شما در خانه روابطتان با مشتری خانواده زاویه‌ای پردردسر ساخته. این یعنی یک کشمکش میان خواسته های شما و نیازهای شریک زندگیتان پیش می آید. شاید دلتان می خواهد سری به کوچه و بازار بزنید و دلربایی کنید، اما وظایف خانگی و همسری دست و بالتان را بسته. این هفته بهتر است به جای جر و بحث از انرژی خلاق خود برای ساختن چیزهای زیبا استفاده کنید. همدم بودن با شما در این کلام غنیمت بود. شاید در ادامه راهمان دیگر به هم نخورد. اما اگر می‌خواهید راه را همراه یاران محفل فنجان راز باشید، لایک کنید و با فالو کردن به جمع یاران محفل فنجان راز بپیوندید. اینجا به مهر پروردگار نور خود را از آسمان می‌گیریم.